از بوسه تا عشق. لامیا بیا مراقب بچه باش. اومدم اسی خانم. اصلا مراقب نیستی لامیا، اصلا. میخوام برم تو دریا. شیره آبم باز گذاشته. شماره کدی تول کرد. کلن دختر هول هست. باشه بیادی که بریم. برای شنا منتظری ما. کنان جاویدان خانم اومده بود. جدی میگی؟ وقتی دید داری با اون حرف میزنی رفت. ناراحت شد؟ من چه میدونم، فقط رفت. چجوری ندیدمش آخه؟ سب کن. وایسه، داری کجا میری؟ سوار اسب بود، بهش نمیرسی. این دوچرخه مال کیه؟ مال منه. چی شده؟ میشه قرض بگیرمش؟ چی شده کنن؟ البته، ولی کجا میرین؟ کنان خان کجا؟ باید یه کاری انجام میداد، یهو یادش اومد. جاویدان! سلام، حالت خوبه؟ ممنونم. اومده بود این ساحل، چرا نیومدید پیش ما؟ نمیدونم، داشتین با یه کسایی حرف میزدین، نخواستم مزاحمتون بشم. فکر میکنی کنار ساحل خیلی راحت بودم؟ خب نرین، همینجا بمونین. باشه میمونم. تو مثل دونکیشوت شدی، منم مثل سانچو پانزا. اونجا یه جای قشنگی هست، بریم اونجا؟ کنان چی کار داشت؟ با دستپاچگی کجا رفت؟ از آقا حسام بپرس. الان پرسیدم، اگه زیاد گیر بدم میفهمه دیگه. مواظب باش. یکم مواظب باش بابا. هنوزم هیجان زده ای دختر. بعد از آشنایی با کنان به این راحتی به خودش نمیاد. نه خانم. چیه؟ از آقا حسام خجالت میکشی لامیا؟ آقا حسام اگه بدونین چقدر کنان به دوست داره. تمام روز آهنگای اونو گوش میده. همه دوست دارن، همه آهنگاشو گوش میدن. چند روز یه مجله تو دستش بود، همینجوری زل زده بود. هرچی صداش زدم اصلا نمیشنید. بعد رفتم پیشش، دیدم که عکس کنان رو مجله چاپ شده، اونم قفل شده بود رو عکس. من داشتم خبرها رو میخوندم. دست بردار، انگار ما نمیدونیم چقدر دوستش داری. باور کنید خوب جلوی خودش رو گرفت. من ترسیدم وقتی کنانو ببینه مثل دختره که میرن کنسرت و میپرن رو صحنه بپره بغل کنان. دیگه چی؟ حالا فهمیدم چرا خودش انداخت جلوی درشکه. اصلا هم اینطور نیست. من از کجا میدونستم شما اونجایین؟ میدونستی میاد، رفتی وسط راه منتظرش شدی به نه؟ خدا نبودم، داشتم برمیگشتم خونه. اصلا تو راست میگی، موهای تو همیشه بافته است، امروز چرا بازشون کردی و یه حال هوای دیگه ای بهشون دادی؟ گیره چرا؟ سرمو خب گمش کردم. جمعشون کن دیگه، وگرنه گردنت میسوزه. کنانم که دیگه رفته. خیلی خوب، نعیمه بس دیگه. چی کار شد؟ میکنی لامیا؟ میرم خونه. مزخرف نگو، بشین سر جات. لامیا؟ نمیشینم. کجا داری لامیا میری؟ مگه منو نمیشناسی؟ به لامیا خدا بیا شوخی بشین. کردم، حالا چرا به دل شوخی میگیری؟ کردن آخه نعیمه، از دست لامیا تو. دارم میگم شوخی کردم. لامیا میگم تو واقعا کنانو دوست داری؟ بله، ولی به عنوان یه هنرمند. خیلی خوب میدونم. تو نرو، منم به کنان میگم امشب فقط به خاطر تو یه آهنگ بزنه. برای من بزنه؟ آره، هر کدومو میخوای به هم بگو. یالا انتخاب کن. میشه اندوه شبو بزنه؟ آره چرا که نه.
کی برام میزنه؟ ساعت چند بیام؟ لامیا مگه میشه به خاطر یه آهنگ شب مزاحم کسی اصلا شد؟ لازم نیست بره، مگه کنان تو ویلاش ساز نمیزنه. از خونه ما هم شنیده میشه. خیلی خب، تو هم از خونت گوش میدی. حتما میزنه مگه نه؟ میزنه، بهت قول میدم. ممنونم، واقعا ممنونم. منم کارای شما رو دنبال میکنم، ولی اصلا فکر نمیکردم اینجا هم دیگر رو ببینیم. وقتی من شما رو مقابلم دیدم به خودم گفتم بالاخره باهاش آشنا میشم. تو شبای استانبول نمیشه شما رو دید. من مکانه که همه میرن رو دوست ندارم. خب تونستین مچ منو بگیری. راستش منظورم این نبود، یعنی این شلوغی و سر و صدا خستم میکنه. ما مکانهای آروم و به خصوص رو ترجیح میدیم. منظورتون از شما؟ منو دوستم؟ منم چند تایی دوست دارم. بین اونا شخص به خصوصی هم هست؟ بگذاریم، من دیگه باید برم. پدرم نگران میشه. بیا تموم شد. چطور شد؟ بهتر نشدی؟ خوبم، کافی. ولش کن ملک، به اون خوبی نیومده. خودم انجام میدم. یکم بمالونش، دردشو میگیره پسرم. ببین واسه آقا چی کارا میکنیم، بعد ایشون چه بلایی سر ما میاره. برادر جان، تو هم ازش هی دفاع کن. داشت همه چیزو خراب میکرد. میدونی چقدر پول خرج کردم برای این ستاد، چقدر زحمت کشیدم. خدا را شکر کنان به دادمون رسید. به هر حال بعد از این کارش اگه بتونیم راضیش کنیم یه کنسرت هم برای مردم بده، رأی کافی جمع میکنیم. برادر کنان برای استراحت به اینجا اومده، خودت هم میدونی کنسرت نمیده. اگه من بهش بگم معلومه که نمیده، فکر میکنه مجبورش کردم. تو بهش پیشنهاد میکنی. ببین ملک جان، بهش بگو از داییش پشتیبانی کنه. من تو کارهای اون دخالت نمی کنم. برادر به آقا حسام بگین بهتر نیست؟ تا خواهرمو دارم برم التماس آدم غریبه رو بکنم؟ ای بابا، چیز زیادی که ازش نمیخوایم. میره اونجا 4-5 تا آهنگ میزنه، همین. اون به خاطر تو انگشتشم تکون نمیده. ساکت شو. دیشب دیدم چی کار کرد. کم مونده بود ساعت پرت کنه تو صورت. جمیل پسرم، سعی کرد جلوی مهمونا موضوعات قدیمی رو مطرح کنه. یکم انگولکش میکردن زبونش باز میشد. همه اینا گذشته. من اون اتفاقو کاملا فراموش کرده بودم. وگرنه یه هدیه دیگه بهش میدادم. پسر روی اون موضوع حساسیت داره. هرچی میخواد داشته باشه. نباید جلوی مردم این کارو میکرد. الانم کوچیکت کرد. درسته، ولی اشتباه کرد. اما میتونه جبران کنه. درست میگم ملک؟ من نمیدونم. حتما تو کنسرت تو هم پیشش وای میستی. اگه جلوی مردم بازم اشتباه کرد چی؟ ستاد زیر رو میشه پدر. ای بابا چی داری میگی پسرم؟ من جای تو بودم این کارو نمیکردم. دیگه داری دلمو میشکنی ها. به اون گوش نکن ملک. مگه خواهرزاده من شیر خام خورده است؟ اینقدر نمک نشسته که کارایی که براش کردم فراموش کنه؟ کی باعث شد درس بخونه؟ کی باعث شد آدم بشه؟ خودش نمیدونه. گذشتشو کی پاک کرد؟ کی سرپوش گذاشت؟ کی بود که سعی کرد کسی نشنوه؟ کی بود برای مردم داستان جور کرد و دروغ گفت؟ کی باعث شد الان سرشو بالا بگیره؟ من؟ داییش؟ حالا که مشهور شده قرار نیست زحمت و خوبیامونو فراموش کنه. حالا من ازش کمک میخوام. یعنی دست رد به سینم میزنه؟ نه برادرم، کنان همچین بچه‌ای نیست. البته که نیست ملک جان، تو بهش بگی قبول میکنه. پس برم یه شیرنی که دوست داره رو درست کنم. دیروز به هم گفت هوس اون شیرنی ها رو کرده. بگو براش درست کنن، خودتو خسته نکن. دست پخت کسی دیگر رو نمیخوره، با دستای خودم باید درست کنم. درسته. مزه دهنشو خوب میدونی ملک خانم. اونجا رو ببینین اومد. من چیزی نمیگم، بقیه‌شون تعریف میکنه. مامان من کنان. خوابم میاد. لامیا پاشو بریم دیگه، برای امروز کافیه. بیا بریم دخترم. بشین انیسه، کنان تازه رسیده، میخوای بری؟ بهتره برم، وقت خواب بچه است. لفتش نده لامیا، جمع کن بریم، زود باش. خدافظ. بای بای. تیوپو نمیخوای بیاری؟ یادم رفت. حواس پرت.
قولتون یادتون نمیره نه؟ نگران نباش. اندوهشم. خیلی خوب. خداحافظ نعیمه خانم. خداحافظ عزیزم. چون من اومدم میخوایم بریم؟ این حرفا چیه؟ وقت خواب بچه است. به سلامت. خدافظ. خدا نگهدار خانم هنایی. لامیا شیطون. اومدم. تو آبم نتونستیم بریم؟ میریم ما که هنوز اینجاییم. زیاد میخوایم بمونین نه؟ خواهش میکنم زیاد بمونین، حداقل ارزش اومدنتون رو داشته باشه. ببینیم چی میشه. چاییتون رو بخوریم. لوپاش چقدر شور شده، نکنه رفتی تو دریا ها؟ بله بابا. دخترم چی شده شنام شکری؟ بلده؟ بگو ببینم. چرا حال شدی انیسه؟ یکم آروم باش. حتما باید یه چیز بدی بشه که زود بیام خونه. چه میدونم؟ عادت ندارم، ترسیدم دیگه. اومدم برای رفتن آماده بشیم عزیزم. برای 2 روز به ویلای عزت بی دعوت شدیم. میدونستم خبر بدیه، اصلا از زنش خوشم نمیاد. چرا گفتی میاین؟ قراره یه قرار کاری جدید ببندیم. شریک جدید آلمانیمونم میاد. اگه نریم زش میشه. زودتر آماده شو که دیرمون نشه. یا لالا میاد تو هم. چی؟ اونم میخوایم ببری؟ اونو دیگه آخه چرا باید ببری؟ عزت بی گفت سمیه رو هم بیار، با کوچولوی ما بازی میکنه. اگه قراره سمیه بیاد لامیان باید بیاد. امشب کنان فقط به خاطر تو یه آهنگ میزنیم باشه؟ عمو من نمیخوام بیام. ببین بچه رو دلخور کردی. نه دلخور نشدم، نمیخوام مزاحم بشم. نمیشه تو خونه تنها بمونی. دیشب که با سمیها موندم. دیشب نزدیک بودیم دخترم، الان برای 2 روز میخوایم بریم. نمیشه نه. همه یه درا رو قفل میکنیم. نمیشه. اگه تا ما برگردیم پیش نعیم خانم بمونه چی؟ من تو خونه میمونم، هیچی نمیشه. وقتی میگم لجبازه عصبانی میشی. میری خونه نعیم خانم، همین. اون مراقبش میشه، اینجوری بهتره. خیلی خوب باشه. چرا وایسادی لامیا؟ بچه رو ببر همون. یولو بیا ببینم بریم ببر. آب بازی. آخ جون آب بازی. منم برم لباسام آماده کنم، بعد از همون سریع آماده میشم. دلخور شد، واسه همین نمیخواد بیاد. مگه مجبوریم دنبال خودمون بکشیمش؟ بذار حد خودشو بدونه. آره اشکال نداره. باشه گفتم باشه ویسل. آره ویسل بود. امشب خونه مانیر بی دعوتیم، باز همه دوره هم جمعیم. میدونم. الان رفته بودم خونه، داییم گفت آها. من دیگه برم، میخوام واسه امشب خودم یکم خوشگل کنم. برای این کار نیازی نیست زحمت بکشید، خودتونم میدونید. شما همینجوری هم خوشگل هستی. خیلی وقت از کسی همچین تعریفی نشنیده بودم. از دیروز حالا کلی روحیم باز شده. تعریف نبود. با این حال من تشکرمو میکنم. خب برم دیگه، شب میبینمتون. به سلامت. خدا نگهدار. به سلامت. به امید دیدار. این چه قیافه یه گرفتی؟ دیگه داری شورشو در میاری، یه طرف جاویدان یه طرفم نعیمه. معلومه داری چی کار میکنی؟ مگه چی کار کردم؟ نعیمه شوهر داره، مواظب کارات باش. نگران نباش. ببین اگه کار اشتباهی بکنی خیلی بد میشه. موقعیت تو و ازدواجم به خطر میفته. یعنی جاویدان رو تایید میکنی؟ آره میتونی عاشقش بشی.
بهت گفته بودم حسام، عشق و باور ندارم. عشق چیه مگه؟ فقط یک کلمه ایه که به زبون میاد، لبامو تکون بدم میپره بیرون. ببین، عشق 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 میگیم و تموم میشه. اگه ساکت بمونی و قورتش بدی نمیره تو معدت، میره تو قلبت. اون موقع است که اسمش عوض میشه، میشه رنج. روی زبون عشق، توی قلب رنج. من نمیخوام رنج بکشم حسام. عشق همیشه رو زبونم میمونه، هیچ وقت نمیذارم بره تو قلب، هیچ وقت. دنبال کسی میگردی؟ نه. هر کسی واسه خودش یه جاییه. بعضی هم سر کارشونن. اونایی هم که زیاد کار میکنن تو تعطیلاتن. همونطور که میبینی فقط منم که خوابیدم. خوبه؟ بخواب. کنان بی خرجشو با چنگ و دندون در میاره. منم با پول پدرم میخورم و میخوابم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اینا حرفای خودتن. نکنه حرفای دیگه ای هم داری؟ بگو تو دلت نگه ندار، بگو. جمی واقعا تو حرفای دلتو بریز بیرون، همین الان بهم بگو. نه ترس، ببین نمیتونم بلند شم. حالا که وقتشو پیدا کردی حسین کنانو ببر به عرش آسمون و مرا فرو کن زیر خاک. یالا خودتو با کنان مقایسه نکن. من با یه جمیل دیگه ازدواج کرده بودم. من دیروز هرچی بودم امروزم همونم لیلا. آره برو گوش نکن. ولی اون آدمی که بهش حسین کنان میگن فقط یه حباب بزرگه. امروز فردا که ترکید ببینیم کسی کنارش میمونه یا نه. همه میفهمن اون چه جور آدمیه. آره به زودی همه میفهمن. چطور این کارو کرد؟ چرا؟ حالا به حرفم رسیدی؟ پسرتو صدا بزن تا اونم بخونه و بفهمه پسر کیه. کنان؟ نه برادرم، اون هنوز خیلی کوچیکه، نمیتونم اینو بهش بگم. دلم نمیاد بچه همو ناراحت کنم. هیچ وقت نباید بدونم، هیچ کس نباید بدونه. این نامه وجود نداره، اصلا نوشته نشده، فهمیدی؟ متاسفانه نوشته شد. حالا همه مطلع میشن. ملک خانم ببینید خوب سرد شده. ببینم. آره شده دخترم، الان میتونی بذاریش تو دستتون یخچال. درد نکنه، حسابی جا افتاده. آدم دلش نمیاد برای خوردن خرابش کنه. روی این باید برگ گل ریخت، میدونی خیلی خوشگل میشه. الان من میریزم. ملیک خانم، بیا الیاس بیا. خجالت نمیکشید از ملیک خانم کار میکشید؟ تنبلا. خودش نمیذاره چی کار کنم؟ خواستم با دستای خودم برای پسرم غذا درست کنم. دلش برای غذاهام تنگ شده. شما دستور بدید اینا درست میکنن، شما خودتون رو خسته ولی نکنید. با دستای خودش یه چیز دیگه است، مگه نه ملک خانم؟ رازتون چیه ملک خانم؟ شما که درست میکنید کلی خوشمزه میشه، چرا مال ما اینجوری رازش نمیشه؟ اینه که ملک خانم دستش خیلی خوبه. ربطی به دست نداره ماجیده، به دل ربط داره. ملیک خانم هر کاری رو با عشق انجام میده. توی غذا همراه نمک و فلفل یه تیکم عشق میریزه. دقیقاً همینطوره پسرم، دقیقاً.
خاله واجد دخترم یه لیوانم بیار. بودو الیاس بریز، یه چیزی شده. بودو. وای چی شدی؟ وای چی کار کنیم؟ چی شدی ملک خانم؟ یهو چی شد ملک خانم؟ نترسی، وای، چیزی شاید که نیست. خوب بشین. فکر کنم فشارم اومده پایین. یهو چشام سیاهی. چقدر بهتون گفتم ملک خانم خسته نکنید. چی کار باید بکنیم خانم؟ هیچی دخترم، من خوب. حداقل بذارید به کنان زنگ بزنی. گفتم خوبم. بی خودی جنجال راه نندازیم. یکم دراز بکشم خوب میشم. نگران نباشی. بذارید شما رو ببرم. ممنونم آقا الیاس. وای خمیرمونم هنوز درست نشده. تو خوب میشه ایشالله. شما رو نگران من نباشی. انداختم تو زحمت. یواشتن عجله نکنید. یواشتن ای وای چی شده عمه؟ بذار من کمکش کنم. فشارش اومد پایین، حالش به هم خورد. بزرگش نکن دخترم. عروس خانمو نترسون. عمه جون دکتر خبر کنی. نگران نباشی. مگه میشه عمه جون؟ یکم دراز بکشم خوب میشم. راستشو بگین خوبین یا نه؟ آره خوبم دخترم. واقعا میگم. ممنونم گونای جان. تو برو به کارت برس. میخواین کمک کنم لباستون رو در بیاری؟ نه دخترم، با همین لباسام یکم دراز میکشم. تو میخوای برو دیگه دخترم. اگه چیزی لازم داشتین صدام کنی. ممنونم دخترم. متشکرم. وای تو اینجا چی کار میکنی؟ این چه حرفیه؟ مگه اینجا اتاقمون نیست؟ با این پا چطوری رفتی تو بالکن؟ مگه دکتر بهت نگفت فقط برای دارو از جات بلند شی؟ ها؟ نگفت که از پله بالا و پایین نرو؟ صبر کن به پات فشار نیار. صبر کن. زن عزیزم خیلی به فکر منه. آره الو سامی، منم جمیل. خوبم. کارا چطوره؟
پس درست به موقع زنگ زدم. یه خبر مهم میخوام بهت بدم. زندگیتو نجات میده. آره، ولی به یه شرط. تحت هیچ شرایطی منبع خبر رو نباید فاش کنی. هر شرایطی. قبوله؟ وگرنه خبری که زندگیتو نجات میده باعث نابودیت میشه. دخترم برای من یه قهوه بیار. بعدم به زنگ میزنم. اینجا چی میخوای؟ اومدم یه کتاب انتخاب کنم پدر. روش‌های سمپاشی زراعی. تو از کی تا حالا به داروهای زراعی علاقه‌مند شدی؟ خب از یه جایی باید شروع کرد دیگه. من برمیدارم. الو؟ بفرمین قربان. بله میدونم. برای غروب آماده میشی. باشه قربان. کنان؟ داره استراحت میکنه. چشم قربان، ممنون. باشه میگه. هنایی. دایید میخواست مهمونی جاویدان خانم رو خبر بده. گفتم خبر داری. ما چی شده؟ چیزی نیست. چه دختر بچه دوست داشتنیه نه؟ هنایی. آها، طرفدار کوچولوت. از طرف تو بهش قول دادم. میخواد براش اندوه شبو بزنی. خانم کوچولو درخواست شخصی دادن؟ پیشنهاد من بود. غروب براش یه لالایی میزنم. زود میگیره میخوابه. راستی جاویدان خانم گفت که زودتر بریم. میخواد غروب آفتابو با هم ببینی. من با اون غروب همه چیزو نگاه میکنم. تو عاقل نمیشی پسر. مهمونی بزرگی نیست ولی برای من مهمه. به جزئیات خوب باید توجه بشه. شما اصلا نگران نباشین خانم. ارکستر و بقیه چیزا همشون برنامه‌ریزی شدن. تا یه ساعت دیگه با قایق میفرستمشون. متشکرم. ببخشید اول هفته برمیگردید خانم؟ هنوز معلوم نیست. بهت خبر میدم. ولی کسی نفهمه تو ترکیه هستم. چشم خانم. تا چیز مهمی هم نباشه با من تماس باشه، نگیر. خداحافظ. روحیم با دار و درخت خوبه، ولی با باغ و این چیزا نمیتونم سر و کله بزنم. هنوز داره میگه نمیتونه. قرار نیست که سر و کله بزنی. چیه پدر جون؟ نکنه عمو مانیر داره تو رو به باغداری تشویق میکنه؟ میگه باید از درخت برم بالا. نمیدونم چی کار کنم. تو فعلا مسخره کن. بگذریم. برای مهمونی امشب چیز خاصی نیاز داری جاویدان؟ شما تو زحمت نیفتین عمو مانیر. خودم همه چی درست کردم. یه تیم داره از استانبول میاد. همه چی ردیف شده. چرا انقدر خودتو تو دردسر انداختی دخترم؟ بچهای ما هم میتونستن انجامش بدن. بذار جاویدان کار خودشو بکنه. اونم مثل مادر خدا بیامرزش این کارا رو خوب بلده. حرفت درست، اما اگه اهالی ما رو به این چیزا عادت بده دیگه بیچاره شدی. در ضمن به نظرت کنانا زیادی لوس نمی کنی؟ ای بابا اینقدر بزرگش نکنین. کار زیادی نمیخوام بکنم که. برم یه سری به آشپزخونه بزنم، بعدش هم یکم استراحت کنم. چیزی لازم ندارین؟ ممنونم دخترم. ما خودمونو با انگور سیر کردیم.
ولی عجب انگورایی هم. حاضرم شرط ببندم تک تکم. تو محوطه باغ هرچی برای نشستن هست جمع کنی، فقط نیمکتا بمونن. شما لباس مخصوص نداری؟ میخوام امشب همه منظم پوشیده باشن. پیرهن سفید، شلوار سیاه یا دامن سیاه. چشم خانم حتما. خوبه؟ زود باش انیسه. اومدم شکری. گوش کن، یه وقتایی بیا بخونم سر بزن باشه؟ یادت نره در قفل کنیم. بزن قدش. دارم با تو حرف میزنم. باشه چشم. باور کن فکرم پیش این میمونه. وا واسه چی؟ دختر به این بزرگی، تازه منم هستم. میدونم خیلی تو زحمت افتادی نایمه. تعارف نکن، چه زحمتی؟ چه کار واسش میکنم؟ تازه لامیا با هم دوسته. نایمه جون خیلی ناراحتم از اینکه نکنه مجبورت کرده باشم. یالا انیسه شب شد دیگه. اومدم دیگه. خوش بگذره، اصلا نگران نباشید، من هستم. بریم دیگه. ممنون. به سلامت برین، خوش بگذره. نگاه کنه انگار داریم میریم غربت. بابا لامیا حرفام یادت نره. وای آب یادم. زود باش داداش، برو دیگه، چرا وایسادی؟ خدافظ. چیکار میکنی لامیا؟ حرفام یادت نره. نگران نباشین دختر خدا برگرده. بیا بگیرش، این کپیشه، اصلش پیش منه. ممنونم آقا. این که توی دستمه یه بمبه. بمب. ولی اگه اسم من وسط بیاد قسم میخورم از به دنیا آمدن پشیمون میشی، فهمیدی؟ اصلا نگران نباش، منبعش مخفیه، به هیچ عنوان فاش نمیشه. حالا دیگه برو، احتیاط کنم. فردا صبح قوقا میشه. بریم. بفرمایید. بیا لیلا جون، بیا دخترم. خب که نبودی نمه جون. نه دخترم، فقط یکم دراز کشیدم که استراحت کنم. نه تو رو خودتون اذیت نکنین. من اومدم یه سر بهتون بزنم. متشکرم عزیزم. خب فشارتون چطوره؟ میخواین اندازه بگیرم؟ خوبم، به خدا خوبم. قرار شب هممون به مهمونی مانیر بی بریم. آره. به چی نگاه میکنی دخترم؟ هیچی. میخواین ببندم؟ باد میاد. خودت میدونی دخترم. شما استراحت کنی، من دوباره میام. برای شب آمادتون میکنم. باشه عزیزم. فقط استراحت کن، یه وقت بهت بد نگذره. با این پام دیگه چی کار میتونم بکنم؟ اصلا به مهمونا نمیرسی. خب تو به اندازه کافی میرسی دیگه، زیادیشم خوب نیست. تو رفتارت با کنان یکم بیشتر دقت کن. همه دنیا دنبالشن ولی الان تو ویلای تشریفاتی ماست. تازه اون پسر عمتم هست. زشته. باشه نگران نباش، الان میرم بهش کولی میدم. باعث خجالتمی، به خدا باعث خجالتمی.
خجالتو فهمیدم. کاش تو خونه مونده بودم. واسه چی؟ همین جوری مزاحمتون نمی شدم. دست بردار نکنه نامزدت اینجاست. دستتون درد نکنه، من همچین کاری میکنم؟ حتی صورتش رو درست و حسابی یادم نمیاد. وا، پس چرا میخوای باهاش ازدواج کنی؟ انیسه خانم اینطوری مناسب دیدن، من چی کار کنم؟ مگه میشه به خواسته کس دیگه ازدواج کرد؟ ناسلامتی میخوای زنش بشی یا؟ وای، این چه حرفیه میزنین؟ چیه مگه دارم راستش رو میگم؟ باشه ساکت، از یه چیز دیگه حرف بزنم. وای خودتون خجالت کشید. این خونه از ویلای تشریفاتی خیلی دوره. برای چی پرسیدی؟ همینجوری. نعیم خانم، حرفای مدیر برنامه‌هاش یادته؟ اون گفت که میخواد برام دیالوگ بزنی. از اینجا نشنوی. اگه برا من بزنی و نشنوم خیلی زشت میشه. ویلای تشریفاتی رو نمیدونم ولی مطمئنم امشب تو مهمونی جاویدان خانم ساز میزنه. جدا؟ خب تو هم بیا. دیگه چی؟ چرا که نه؟ مگه مهمون من نیستی؟ قرار نیست تو خونه تنها باشی، با هم میای. جدی میگی نعیم خانم؟ آره دختر، پس چی؟ یکی از لباسام بهت میدم بپوشی. واقعا؟ آره حالا بیا ببینم چیز مناسبی واسط پیدا میکنم یا نه. یعنی منم میام مهمونی؟ آره پس چی؟ باورم نمیشه. زود باش. چه لزومی داشت؟ چرا دختر رو امیدوار کردی؟ مگه میشه آخه؟ ای بابا مگه چیه؟ لامیا فقط میاد آهنگ حسین کنان رو گوش بده، همین. از کجا میدونی کی میزنه؟ میزنه، قول داده. چقدر خوشگل شدی دختر. بذار ببینم، دستتو بیار پایین. چقدر لباس بهت میاد. ولی با این موها نه. باز کن ببینم، باز کن. نه باش. باز نکن نعیم خانم، اینجوری خوبه. فقط میخوام نگاه کنم، یه لحظه وایسا. اصرار نکن، اون هنوز بچه است. بچه چیه؟ اون 18 سالشه. میخوام مثل یه دختر جوون به نظر بیاد. کار بدی میکنم؟ تو رو خدا بذار همینجوری بمونه. خیلی خوب. اگه یکم به سر و روت برسی از همه خوشگل‌تر میشی. ولی همینجوری هم خیلی خوشگلی. همه حیران اگه آماده این میشن. یواش یواش را بیفتیم، داره دیر میشه. یه لحظه وایسا. عالی شدی. وای کیفم. وایسی. به به خوش تیپو باش. بازم میخوای به تره کنی نه؟ انگار اطرافم برام مهمه. ولی بی زحمت به جاویدانم اهمیت بده. اون فرق داره. آره خودش خیلی هم فرق داره. اصلا شبیه زنه که طالب باشون پریدی نیست. خیلی با کلاسه، خیلی باهوش، خوشگل و خیلی هم پول داره. تازه شرکتشون خیلی هم از هنر پشتیبانی میکنه. فکر کن اسپانسر آلبوم جدیدت هم میشن. بعضی وقت یادت میره نزدیکترین دوستم یا مثل مدیرا حرف میزنی حسام. الان تو تعطیلاتیم. راستش زیادم تو تعطیلات به حساب نمیای. ما برای تمرین اومدیم. خودت هم میدونی که قرارداد داریم. باشه بریم دیگه. تا حرف کار پیش میاد بازم بحث عوض میکنی. میدونی که باید یواش یواش شروع میکنیم. یالا فعلا جاویدان خانم منتظرمونه. نکنه راستی داری عاشق میشی. هیچ وقت.